سلام به شما، خیلی خوش اومدین به ویدئوی معرفی نرم افزار اکسپنل. توی این ویدیو قراره که خیلی سریع و خلاصه به شما بگیم که این نرم افزار چه کارایی انجام میده و چطور میتونه خیلی از مشکلات صرافی شما رو برطرف کنه. یه مشکل اساسی که همه صرافی‌ها توی کانادا دارن، آدیت فینترک. مهمترین کاری که نرم افزار اکسپنل برای شما انجام میده اینه که صرافی شما رو برای آدیت فینترک آماده میکنه و در واقع امتیاز صرافی شما رو بالا میبره. در واقع این نرم افزار به ثبت و نگهداری تراکنش‌های شما برای مدت طولانی و ارسالشون به فینترک نصب میده. و در کنارش تمامی سرویس هایی که برای انجام امور AML آفیستون نیاز دارید رو به صورت یک پارچه، یک جا توی یک نرم افزار در اختیارتون قرار میده. مثل سانکشن چک، ریسک اسسمنت و کامپلاینس. ساده تر بخوام بگم، در صورتی که شما یه تراکنش رو نهایی بکنید و قصد ارسالش به فینترک رو داشته باشید، این ریپورت خودش به صورت اتومات و از طریق API به فینترک ارسال میشه. و این یعنی چی؟ یعنی اینکه دیگه لازم نیست یکی از نیروهای شما بخواد تک تک این تراکنش‌ها رو جداگونه وارد سایت فینترک بکنه. حتی خیلی از صرافی‌ها برای انجام امور آدیت فینترک یک تیم جداگونه رو استخدام میکنن و بابتش هزینه هم صرف میکنن. اما وقتی که شما دارید از این نرم افزار استفاده میکنید، دیگه هیچ نیازی به این تیم هم ندارید. یه نگرانی که خیلی از صرافی‌ها توی ثبت این تراکنش‌ها دارن اینه که ممکنه که این اطلاعات به افراد دیگه انتقال پیدا بکنه. اما خبر خیلی خوب اینه که تمامی این اطلاعات و تراکنش‌ها فقط روی سیستم و یا سرور شخصی خود شما ثبت میشه و البته که امکان بکاپ گیری روی درایو گوگل هم وجود داره. حتی خود تیم طراحی نرم افزار هم به اطلاعات شما هیچ دسترسی نخواهد داشت. وقتی که اشتراک این نرم افزار رو تهیه می‌کنید، میتونید این نرم افزار رو روی سیستم‌های مختلف، البته با دسترسی‌های مختلف نصب کنید. مثل سیستم کانتر، آفیسر و منیجر. و خبر خوب دیگه اینه که تمامی اون ترانزکشن هایی که توسط کانتر ثبت و ذخیره میشه به صورت هیستوری برای شما قابل مشاهده است. یعنی شما به عنوان منیجر همیشه میتونید اینو بررسی بکنید که هر ترانزکشنی کی ثبت شده، کی تغییر داده شده و یا حتی اصلاً کی حذف شده. جدای از این که با ثبت هر کلاینت توی سیستم شما برای اولین بار، از اون تایم به بعد این کلاینت قابل شناسایی. یعنی در واقع با قابلیت آتو کامپلیشنی که این نرم افزار داره، وقتی شما یک دونه از مشتریاتون رو ثبت می‌کنید، دفعه‌های بعدی خیلی سریع اطلاعات این مشتری برای شما قابل شناسایی خواهد بود. در واقع با این نرم افزار شما خیلی بهتر میتونید که مشتریاتون رو پیگیری بکنید. از گردآوری مدارکشون گرفته تا چک کردن تاریخ انقضای این مدارک. یه نگرانی که بعضی از صرافی‌ها دارن اینه که بعضی از کارمنداشون خارج از کانادا هستن. اما این نرم افزار این قابلیت رو داره که روی سیستم کارمندای مختلف شما روی سرتاسر جهان نصب بشه و این سیستم ها رو از طریق یک شبکه داخلی اینترنت به صورت خیلی امن به همدیگه متصل بکنه. این نرم افزار حتی چت باکس هم داره و شما میتونید با کارمنداتون توی این نرم افزار چت هم بکنید. نکته قابل توجه اینه که ثبت اطلاعات روی این نرم افزار به صورت ریل تایم داره اتفاق میفته. یعنی اگه کارمند شما گوشه دیگه از دنیا اطلاعات رو تغییر بده، همون لحظه روی سیستم شما هم این اطلاعات تغییر می‌کنه. چرا که ما توی طراحی این نرم افزار از سوکت پروگرامینگ استفاده کردیم. تا اینجای ویدیو رو بخوام خلاصه بکنم، میتونم بگم که این نرم افزار در عین حال که شما رو از آدیت فینترک کاملا امن نگه می‌داره، اطلاعات و ترانزکشن های شما رو هم به صورت منظم، دقیق و با امنیت ثبت می‌کنه و خیلی از هزینه‌های شما رو هم کاهش می‌ده. جدا از این که خیلی از خدماتی که اکثر صرافی‌ها نیاز دارن رو به صورت یک جا برای شما فراهم کرده. با استفاده از این نرم افزار شما میتونید 5000 تا ترانزکشن سانکشن لیست رو هم دریافت کنید که اگه بخواید جداگونه این کارو بکنید باید براش هزینه پرداخت بکنید. قبل از اینکه شما اشتراک این نرم افزار رو تهیه بکنید، میتونید برای مدت معلوم و البته به صورت رایگان از این نرم افزار استفاده بکنید تا خیالتون راحت باشه که این نرم افزار چقدر میتونه برای صرافی شما کاربردی باشه. ما یک تیم 24 ساعته پشتیبانی داریم که میتونه به همه سوالای شما در 7 روز هفته پاسخ بده. جدا از اینکه داخل خود نرم افزار یک چت باکس وجود داره که با استفاده از هوش مصنوعی میتونه سوالات شما رو به صورت آنلاین هم جواب بده. یک قابلیت جالب دیگه که این نرم افزار در اختیارتون قرار میده اینه که وقتی شما از این نرم افزار استفاده میکنید، به صورت اختصاصی برای شما یک بلاگ ساخته میشه که میتونید اونجا آخرین نرخ‌های تبدیل صرافیتون رو در اختیار مشتریاتون قرار بدید. در واقع این بلاگ میتونه مثل یک کارت ویزیت تمام اطلاعات هویت مجازی و فیزیکی شما رو مثل لوکیشن، تلفن، لینک شبکه‌های اجتماعیتون رو سرجم نشون بده.
و در کنارش این اطلاعات برای موتورهای جستجو هم بهینه بشه که در واقع کمک میکنه که صرافی شما خیلی بیشتر از قبل دیده بشه. اگه دوست دارید که با این نرم افزار بیشتر آشنا بشید یا دوست دارید که روند تهیه اشتراک شما آغاز بشه، میتونید با ما تماس بگیرید تا به صورت اختصاصی برای شما یک جلسه برگزار بکنیم تا هم با محیط نرم افزار بیشتر آشنا بشید و هم برای ادامه روند در خدمتتون باشیم. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. شب و روزتون خوش.